دوستان همه پای سخن جناب دکتر کویر هستیم، چون چهره از آشنا و اگر خودشان از خودشان یک کمی به ما بگن درباره توان و کارهای فراوانی کرده است. یک دقیقه نیم دقیقه اگرچه خب چهره آشناست و میشناسیم ایشون رو، خودشون اگر بفرمایید ما سپاسگزاریم. بفرمایید جناب کویر. درود بر شما. سپاسگزارم از اینکه منو دعوت کردید و شادم از اینکه مهمان شما نازنینان هستم. همه دستن در کار و سخن گفتن در این میدان شاید اندکی دشوار است ولی به هر روی سخنی که من خواهم گفت درباره جمشید هست. خب زمان بسیار کوتاه هست، فرصتی که در اختیارم هست و جمشید بسیار داستانش دراز است و نمی شود تو 20 دقیقه چندان ازش سخن گفت. من کتابی رو حدود 20 سال پیش منتشر کردم که در نشر آمازون هست به نام بربال سیمرغ که درباره شاهنامه است و بخشی از اون ویژه جمشید است و سلسله مقالاتی که در نشریات گوناگون مانند عصر نو درباره جمشید نوشتم. ولی به هر روی آنچه که درباره جمشید میگویم برداشت من است، از چشمانداز من است این نگاه، و بسیارانی گمانه های دیگری دارند و من همیشه بر این باورم که شاعران بزرگی چون حافظ و فردوسی اقیانوسی هستند که هر کسی با پیاله خود از آن آب برمی‌دارد و هنر میدان بزرگی است که هر کس چشمانداز خود را دارد. در نتیجه نه با چشماندازان دیگر مخالفتی دارم و نه بر اینم که آنچه من میگویم تنها چشمانداز موجود است. بیگمان این گونه نیست، این یک گمانه است و نگاه من است به داستان جمشید. استاد کویر، شما تا نیم ساعت هم میتونید سخن بفرمایید اگر بسیار ممنون. میتونید تا نیم ساعت بفرمایید. خب بگذارید سخنم رو با یک درآمدی بیاغازم. من بر این گمانم که جهان ما جهان سامانه هاست. سامانه واژه‌ای است که من در برابر کلمه سیستم یا نظام به کار میبرم و سامانمند رو به جای سیستماتیک. اینه که اگر مرتب در سخنم به این سامانه اشاره میکنم یک چنین نگاهی بهش دارم. من بر این باورم که جهان ما جهان سامانه هاست و تمام گرده ها و نرمه های هستی از اتم گرفته تا کهکشان ها میلیون ها و میلیارد سامانه در درون خودشون دارند. یکی از شاهنامه ها در میان سامانه های ادبیات فارسی شاهنامه است. شاهنامه یک سامانه است، یعنی می شود به عنوان یک سامانه نیز به آن نگاه کرد که در درون این سامانه شاهنامه سامانه های بسیار دیگری هست که در پیوند با هم دیگر میگردند و میچرخند و میبافند و میسازند شاهنامه فردوسی رو. یکی از این سامانه های درون شاهنامه سامانه قدرت و امر سیاسی است و امر خرد، البته، و خرد سیاسی ایرانیان. به گمان من یکی از خطها، یکی از نخهایی که این مرواریدهای شاهنامه رو به هم پیوند میدهد امر خرد سیاسی ایرانیان و نقد خرد سیاسی ایرانیان است که در داستانهای گوناگون بیان شده است. البته در خود امر قدرت و سامانه قدرت در شاهنامه آیین‌هایی هست مانند آیین شهریاری که شهریاران نیکی داریم با آیین‌هاشون مانند کیخسرو و بهرام، یا شهریارانی داریم با آیین‌های باژگونه چون کاووس. غیر از این در سامانه خرد سیاسی و قدرت دنیای پهلوانان هست و جایگاه پهلوانان. یک ستون مهم در این خرد سیاسی و در این آیین شهریاری در ایران هست که نامش فر هست. ما فر کیانی داریم، فر ایزدانی داریم، فر ایرانی داریم و این فر در حقیقت آن نیمه تابناک و درخشان هستی است، درخشان اهورایی است
و برعکس فر که در بسیاری از سرزمین ها آسمانی است، فر در شاهنامه زمینی است و می شود به یکی داد این فر رو، و اگر گناه بکند بیداد بکند، از داد دور شود، از خرد دور شود، این فر از او خواهد گسست. یعنی فر یا آن نمود و نماد قدرت شهریاری دادنی است و در شاهنامه بارها داده میشه و گرفته میشه، میگسله از کسی. برای نمونه در نخستین داستانهای شاهنامه فریدون که اتفاقا تکه اول نامش فر هست، در موردش گفته می شود که فریدون فرخ فرشته نبود، ز عود و ز عنبر سرشته نبود، به داد و دهش یافت این نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون تویی. و امر دیگری که در این سامانه قدرت و آیین شهریاری ما هست، داد یا داد هست که خود از عشه یا عشا یا ارتا گرفته شده و این کل این سامانه عشا یا ارتا که محور این گونه بینش و این آیین هست، اگر بخوام یک تعریف کوتاهی ازش بکنم، در حقیقت قانونی است و نظمی است که بر عالم هستی جریان دارد و در عالم هستی جریان دارد. و برای نمونه در کتاب گاتاهای زرتشت بیش از 180 بار به این امر پرداخته شده و توضیح داده شده که این عشا یا این نظم یا این قانون یا داد یا داد چه هست. خب در این سامانه های کوچکتر بسیار دیگری هستند، مانند امر خرد، امر پیمانداری، امر آشتی، امر جنگ. اینا همه توی این میدانند. اینها را که بگذاریم روی هم، به گمان من فردوسی از به میدان کشیدن شاهنامه در این گودگاه در حقیقت کاری که کرده، خرد سیاسی ایرانیان رو به چالش کشیده است که در این خرد سیاسی ابزارهای قدرت مانند دین، دولت، شمشیر، تدبیر رو به چالش کشیده است در داستانهای گوناگونش. حالا اگر این تعاریف رو بپذیریم، با هم همزبان بشویم در مورد این چند تا تعریف کوتاه و که خیلی سریع و تند گفتم، در کل تاریخ و اساطیر ما سامانه قدرت نیز هست و این سامانه قدرت همواره یا به فرمان تدبیر بوده است، یا به فرمان تقدیر بوده است، یا به فرمان شمشیر بوده است، یا آمیزه ای از اینها بوده است. ما میخواییم ببینیم که در این سامانه زندگانی جمشید کدام یک از اینها فرمان میراند؟ تدبیر فرمان میراند یا تقدیر فرمان میراند یا شمشیر؟ و از دیدگاه فردوسی کدام اینها رو میتوان نقد کرد، به چالش کشید یا از نظر او پذیرفته است یا رد میکند؟ خب ما از این چشماندازی که گفتم میخواییم برویم به سراغ داستان جمشید و تا اونجایی که وقتم بده داستان رو دنبال میکنم. در نتیجه خیلی خیلی کوتاه اشاره خواهم کرد به نامش و به غیر از شاهنامه در کجاست و بعد برمیگردم به شاهنامه. بگذارین از تعریف جمشید در کهن‌ترین کتاب‌های ایرانی درباره این شخص و نامش چه گفته شده. من عیناً میخونم از گزارش اوستا رو. میگوید و در واژه‌اش توصیف میکند که جمشید کیست، چه خصوصیاتی دارد، چه ویژگی هایی دارد. میگوید جمشید خوب رمه، آن فرهمندترین مردمان، آن هور چهر، آن که به شهریاری خیش جانوران و مردمان را بیمرگ و آبها و گیاهان را نخشکیدنی و خوراکها را نکاستنی کرد. به شهریاری جم دلیر نه سرما بود نه گرما، نه پیری بود نه مرگ و نه رشک دیو آفریده. پدر و پسر هر یک به چشم دیگری 15 ساله می نمود. به هنگامی که جم خوب رمه
پسر ویونگهان شهریاری میکرد. خب من فکر کنم خیلی روشنه که دیدگاه مزدیسنا درباره این شاه شگفتانگیز تاریخ ایران که فردوسی هم بهش بسیار اهمیت میده چه بوده است. همینجا اشاره بکنم که در کهنترین متون ایرانی به جمشید اشاره شده است. در سروده های خود زرتشت در گاهان آمده و بعدها در یشت ها به صورت یم و یمه و پسر ویونگهان، و بعد رفته در ودا در هند شخصیتی شبیه اون رو داریم کاملا مانند اون ویونتهه، و در متون ودایی فراوان هست. در نتیجه میشه در تمام اینها دنبالش کرد. ولی یکی از شخصیت هایی است که در تاریخ ما از اسطوره آمده به حماسه، از حماسه آمده به تاریخ، از تاریخ آمده به افسانه و از افسانه آمده به ادبیات. یعنی خیلی از شخصیت ها در تاریخ جهان این رفت و آمد بین اسطوره و تاریخ رو دارن. به درجه اهمیتشون، قدرتشون و بسیاری چیزهای دیگر بستگی دارد. جمشید از آن نمونه‌وارهایی است که تمام تاریخ و فرهنگ ما رو در نوردیده است و برای همین هم فردوسی بسیار دوستش می‌دارد و بر مرگ او بسیار زاری می‌کند. و فقط برای نمونه‌وار بگویم که در خود شاهنامه بیش از 100 بار نام جمشید و جم آمده است و این خیلی بسامد بالایی است. در شعر 20 تا از شاعران برجسته ایرانی بیش از 1250 بار نام جمشید آمده و تنها حافظ بیش از 40 بار از جمشید یاد کرده است. خب میبینیم که این هم توی ادبیات هم توی تاریخ و در نثر ایران فراوان از خیام و دیگران گرفته از او یاد کردن. شاید این یه درآمدی باشد برای اینکه برویم آهسته آهسته از دور آمدیم نزدیک بشیم به ویژگی های دیگر جمشید. جمشید چهارمین شاه پیشدادی است در شاهنامه. کسی است که در اوستا و متون ودایی تقریبا خداست و آهسته آهسته میاد پیامبری بهش پیشنهاد میشه و بعد میاد پایینتر و میرسه به جایی که انسان خدا میشه و بعد شاه میشه و بعد کشته میشه. یعنی یک روند بسیار طولانی رو طی میکنه. هنرمند است، خودش هنرمند است و آفرینشگر است، کاشف است، بسیار داناست و در اساطیر 700 سال فرمان میراند. من فقط میخوام به یه سری کارهای خیلی مهمی که کرده، چون بسیار دامنه کارهاش مانند شراب و اینها رو خیام و دیگران بررسی کردن، من داخل اونا نمیخوام بشم چون فرصت نمیشه. کارهای خیلی مهمش که دیدگاه‌های متفاوتی راجع بهش هست و من از یک چشمانداز دیگه بهشون نگاه کردم و شاید کمتر از این چشمانداز دیده باشین به اونا اشاره خواهم کرد. یکی از کارهای بسیار مهمی که نشان میده در چه پروسه تاریخی جمشید میزیسته و ایران داشته از دیدگاه تاریخی کدام مرحله پیشرفت و تکامل رو طی میکرده است، این است که جمشید جامعه ایرانی رو به طبقات گوناگون اجتماعی تقسیم میکند. خب بسیارانی در کتاب حماسه داد و کتاب‌های دیگه که نمیخوام نام ببرم این رو دال بر این که اون مردم رو از هم جدا کرد و یا از یک دیدگاه چپگرایانه این کار رو نشانه تقسیم فقر و ثروت و اینجور مسائل دیدن و راجبش کتاب نوشتن. کتاب حماسه داد مثلا از این زاویه به داستان نگاه کرده یا احسان طبری از همین زاویه نگاه کرده. من از این زاویه نگاه نکردم. فکر میکنم تقسیم بندی طبقات اجتماعی نشان پیشرفت جامعه و تقسیم کار نشانه تحول و تکامل جامعه است و یکی از دلایلی که براش دارم اینه که طبقات اجتماعی برعکس اونچه که اونها میگن در طبقات جمشیدی کشاورزان و پیشوران از قضای روزگار جایگاه بسیار والایی
دارند. و من بر اون باور یعنی فکر کنم یکی از اقداماتی که نشون میده جامعه دچار یک تحول و پیشرفته است اینکه کار تقسیم میشه و طبقات اجتماعی از هم جدا میشن و این کاری است که جمشید در شاهنامه انجام میده، به طور مفصل در شاهنامه آمده. زاویه دیگری که خیلی داستان رو تحت تأثیر قرار میداد و بسیارانی در نقطه مخالف من بهش فکر کردن و نوشتن این است که جمشید میگفت که من حکومت دینی میخوام ایجاد کنم و این کار رو کرد و این درست نیست به باور من لااقل از چشمانداز دیگر، یعنی فکر کنم دولت جمشید یک دولت سکولار است به اعتبار یک داستان اساطیری، یا به این معنای امروزی به داستان نگاه نمی کنم. دلایلی دارم برای این حرفم، اونا هم دلایلی دارن. بیتی در شاهنامه هست که میگوید منم گفت با فرح ایزدی، همم شهریاری و همم موبدی. میگن چون گفته هم شهریارم هم موبدم پس این دین رو به دولت درآمیخته. نه، این درست نیست، برای اینکه در چند بیت بعد میگه شهریاری به دین نیازی ندارد. من خودم هر دو کاری رو که قراره اینا هم براتون انجام بدن، موبدان هم قراره براتون انجام بدم، من انجام میدم. این یک دلیلمه. دلیل مهمترم این است که وقتی نوبت روحانیون میشود به آشکار میگوید که روحانیون نباید در سیاست دخالت کنند. من عیناً از شاهنامه میخونم طبقه روحانی ها رو که بسیار اتفاقا قدرتمند بودن به نام آتوریان یا آتوربان یا کاتوزیان در شاهنامه یاد میکنند و خودتون دقت کنین ببینید که چی میگه. میگوید گروهی که کاتوزیان خانیش، به رسم پرستندگان دانیش، جدا کردشان از میان گروه، پرستنده را جایگه کرد کو. یعنی به این روحانیون گفت شما توی سیاست تو کاخ پادشاهی کاری نداری، شما برین توی کو. پرستنده را جایگه کرد کو، بدان تا پرستش بود کارشان. یعنی گفت شما اگر میخواید خدا رو ستایش کنید اینجا چی کار دارید تو کار سیاست؟ بیاین برین توی کو. این یک دلیل دیگری است که من فکر میکنم، برداشت من این است که از قضا اصلا نمیخواست دین رو به دولت بیامیزد. دلیل دیگری که شاید در شاهنامه نیست ولی در اوستا و کتابهای دیگر است این است که اتفاقا در اوستا نخستین کسی است که اهورامزدا بهش پیشنهاد میکنه بیا پیامبر بشه و میگه نمیخوام. میگه کار من کار دین نیست و من میخواهم پادشاهی کنم. من عیناً میخوانم، میگوید او نخستین کسی بود که با اهورامزدا همپرسگی کرد و هرچند خداوند پیامبری دین خیش را به او عرضه کرد، جمشید نپذیرفت و در مقابل قبول کرد که جهان را فراخ سازد و ببالاند و سالار و نگهبان آن باشد. یعنی نشانه های بسیار بسیار بیشتری است که قصدش چنین چیزی نبوده است. یکی دیگه از کارهای بسیار مهمی که در شاهنامه کمتر بهش اشاره شده ولی در ادبیات مزری اثنایی فراوان هست و خیلی برای ما مهمه، این است که ما داستانی داریم، یک آرکیتایپی داریم، یک کهن الگویی داریم به نام طوفان. میدونیم که این داستان طوفان چندین مدتها پیش از تورات و انجیل و قرآن در الواح آشوربانیپال بوده و در موزه بریتانیا نگهداری میشه و خونده شده. داستان طوفان نوح یعنی چیزی که دینهای دیگر از این برداشتن. این لوحه ها الان در کتابخانه بریتانیا هست و اون پروفسور آلمانی که این رو خونده کتاب نوشته که حداقل بیش از 1000 سال قبل از اینکه نخستین بار در کتاب‌های ادیان ابراهیمی این داستان طوفان نوح بیاد اینها آورده بودن روی این لوحه گلی. ولی ویژگی دارد این داستان جمشید که به باور من، به گمان من خیلی زیباتر است. ما میدونیم در داستان طوفان نوح باران میبارد و دنیا رو آب میگیرد و از حیوانات
تک تک میرن توی جفت جفت داخل کشتی میشن. خب میبینیم که از نظر منطق و عقلانی چنین چیزی امکان پذیر نیست که این همه باران بیاد و بعد حیوانات و موجودات زنده رو تمام کره زمین رو بکنی توی یک کشتی. در داستان جمشید اما بدین گونه است که با زمین شناسی و علم و دانش بیشتر میخواند. در داستان جمشید باران نمی آید، برف میبارد و در ضمن کشتی ساخته نمی شود، یک باغ بزرگی درست میکنن به نام ور جمشید یا جمکرد و یا ور جمکرد و این خود حیوانات و موجودات زنده رو نمیبره در داخل این، مانند یک انبار. میگه بهترین و زیباترین نطفه های و تخمه های تمام موجودات رو بردن اونجا نگه داشتن تا اون سرمایی که پدید آمده بود و برفی که باریده بود تمام بشه و بعد دوباره موجودات زنده روی زمین پخش شدن. این یکی دیگر از اقدامات جمشید است. یکی دیگر از کارهایی که شاید نیاز داره و در شاهنامه آمده و شاید اندکی نیاز باشد که من پیرامونش چند کلمه بگویم، این است که اوست که خانه ساختن رو به ایرانیان، یعنی معلومه وارد چه مرحله تمدن میشیم، از داخل غار و صخره ها آمدیم در دشت که میخوایم کشاورز بشیم، یک جانشین بشیم و خانه میخوایم. و ولی نکته جالب این است که در شاهنامه میگه میرود و به دیوان میگوید که بیایند و خانه سازی رو بیاموزند و خط رو هم بعدها میبینیم که دیوها یاد میدهند در شاهنامه. و ما میدونیم که دیو از کلمه یک ایزدبانوی بزرگ ایران باستان است که نام دیونیزوس، زئوس، دی، همه اینها از نام این دیو، این ایزدبانوی بزرگ که هنوز هم در هند هست و به کسی که و نماد عشق است و ایزدبانو هست و برای همینم به یکی که خیلی دوست دارم میگن دیوانه. و این کلمه دیو در کلماتی مثل دیوانه، مثل دیوان و مثل دیوار، چون دیو هست که دیوار میگذاره و خانه میسازه، آورنده دیوار معرفی شده. و در شاهنامه میگوید بفرمود. البته در بسیاری از نسخه های شاهنامه نوشته شده است بفرمود دیوان ناپاک را که خرابش بکنه. من اما بر این گمانم و در بسیاری از نسخه ها هم دیدم که آمده بفرمود دیوان ناباک را، یعنی دیوانی که نمی ترسیدند. به آب اندر آمیختن خاک را، هر آنچه ز گل آمد چو بشناختند، سبک خشت را کالبد ساختند، به سنگ و به گچ دیو دیوار کرد. خب معلومه خانه سازی رو یاد میده. خب اقدامات جمشید بسیار است. گوهر، یاقوت، نقره، زر رو کشف می کند. سپس مشک و عنبر و کافور و گلاب می آورد. بنیاد پزشکی رو می گذارد. درمان دردها و داروسازی رو بنیاد می گذارد. یعنی اساس تمدن داره در جهان پراکنده می شود و کشتی می سازد، بر دریا می رود و آنقدر برای مردمان کار می کند که تختش رو بر می دارند و به آسمان می برند و در اون روز که آفتاب می تابد اون روز رو نوروز می کنند که می گوید سر سال نو هرمز فرودین، برآسوده از رنج تن دل ز کین، بزرگان به شادی بیاراستند می و جام و رامشگران خواستند. و میگه اینقدر ایران سرفراز شد و سرسبز شد و خانمان مردم به سامان شد و آرامش و بیماری از میان رفت و یک بهشتی، یک پردیسی بر زمین بنیاد نهاد جمشید، یک آرمان شهری، یک نیک شهری که تصاویرش بسیار در شاهنامه و کتابهای دیگر هست. یکی از آرمان شهرهای فردوسی است آنچه جمشید بنا می کند و جوری می شود که مرگ از میان ایرانیان رخت بر می بندد. میگه چون این سال 300 همی رفت کار، ندیدن مرگ اندر آن روزگار. خب اینجا یکی از حساسترین نکات داستان جمشید است به گمان من. داستانی است که ما بارها و بارها بعداً در تاریخمون تکرار کردیم. در خود شاهنامه 3 بار این پایان داستان جمشید
تکرار شده و فردوسی بر آن گریسته است. اینجاست که میگم نقد خرد سیاسی ایرانیان است. بذاریم پله پله به سرعت برویم. میگه وقتی که این کارا رو کرد جمشید بران شد که خدا بشود. خب خیلی ها نوشتن آن جمشید پس گناه کرد، پس منی کرد آن شاه یزدان شناس و فر ازش گریخت. باور من اینا یک کمی من قبول ندارم. من اتفاقا فکر کنم این منیدن جمشید یعنی اندیشه کرد، یعنی به انسان تکیه کرد و همونیه که بعدا آهسته آهسته تو عرفان ما تبدیل شد به مکتب انسان خدایی. این جمشیدی که فریاد میزند در شاهنامه، میگه به جز خیشتن را ندانم جهان، یا هنر در جهان از من آمد پدید. این قدرت انسان است در برابر اون نیرویی که مقابلش ایستاده بود. یا میگوید جهان را به خوبی من آراستم، بزرگی و دیهیم و شاهی مراست. و بعد سرانجام فریاد میزند که مرا خان باید جهان آفرید. میگه این دنیا و این تمدن و این فرهنگ رو من آفریدم، این قدرت انسان است، ما این رو درست کردیم، چرا باید تحویل شما بدهیم، تحویل آسمان بدهیم؟ خب پیداست. و باز نکته جالب این است که به زمانی که این حرفها رو میزند، که به گمان من اصلا دال بر گناه و عصیان او و اینها نیست، این یک شورش انسانی برای اینکه انسان تازه دارد انسان میشود و قدرت نمایی انسان است. و همه این چیزهایی رو که در شاهنامه جمشید و پادشاههای دیگر ایران میآفرینند، در اساطیر یونان، در اساطیر روم که برداشت از همون اساطیر یونان است، کار خدایان است. آتش رو در اساطیر یونان پسر خدا پرومته میاره به بشر میده، در حالی که اینا تو شاهنامه کار پادشاهان ایران است. و این خیلی نکته مهمی است، این شورشی که جمشید میکند بر دستگاه دین که میخواست بر اونجا غلبه بکند. من این رو یک شورش مقدس و خیلی برجسته ای میدونم. ولی به هر حال به محضی که جمشید این سخن رو میگوید، باز جالبه اولین کسانی که مخالفت میکنند روحانیونند. میگه همه موبدان، یعنی اولین گروهی که مخالفت میکنند موبدانند. همه موبدان سر فکنده نگون، چرا کس نیارست گفتن که چون. هر آن کس ز درگاه برگشت روی، نماندی به پیشش یکی نامجوی. و اینجا یک درس تاریخ بزرگ ماست، درس هی تکرار و تکرار. سواران ایرانی چیکار میکنن؟ من هنوز دچار شگفتیم. سواران ایران شاه ایران رو تنها میگذارن، شاهی که نماد ایران است، نماد آیین شهریاری است، این همه براشون کار کرده، میرن صحرای عربستان و ضحاک ماردوش رو برمیدارن میارن ایران. خیلی تعجب. میگه سواران ایران همه شاهجوی، نهادند یک سر به ضحاک روی، به شاهی بر او آفرین خواندند، ورا شاه ایران زمین خواندند. میرن شاه این رهبر اژدهافش اژدها دوش رو از عربستان ورش میدارن، میگه از دشت نیزه وران. من یه جایی سخن گفته بودم، یکی گفته بود نه ضحاک از اسرائیل آمده. خنده داره این سخنان. به راحتی میگوید که از دشت نیزه‌وران آمد و نامش اصلا مشخص است، دیارش مشخص است در شاهنامه، از صحرای عربستان آمده و خیلی ها از صحرای عربستان آمدن و ما رو گرفتار این روزگار کردند. و حالا یکیشون با ایر فرانس اومد، اون یکی با حتما ضحاک هم اگه ایر فرانس بود با ایر فرانس پا میشد میومد. و به هر حال میرن و چنان فردوسی میرنجد از این ناسپاسی ایرانیان در برابر جمشید که میدانیم سرانجام میرود و میگیرنش و در میان درخت ارش میکنن، که میگوید دلم، فردوسی مویه میکند بر این داستان و میگوید دلم سیر شد زین سرای سپنج، خدایا مرا زود برهان زرنج. خب میروند و ضحاک رو برش میدارن میارن ایران که مارم دیگه سر شونه‌هاش بود. شاه اژدهافش رو میارن میذارنش اونجا به جای جمشید که نماد آزادگی و داد و قانون و پیشرفت ایران بود.
و ببینیم نتیجه این کار ایرانی ها چی میشه. این تکراری است که ما در تاریخ کردیم. من این صحنه آرمان شهر زیبای جمشید و کارایی رو که جمشید کرده بود گفتم. پایان سخنم میخوام بهش بگم که درست ضحاک وقتی میشینه بر تخت بر سر ایران چه میآید. به گمان من این تصویری که بلافاصله فردوسی از روزگار ایرانیان پس از جمشید و بر تخت نشستن ضحاک میدهد یکی از هولبارترین دردبارترین صحنه هایی است که من فکر کنم همین امروز شما میتونید دوباره مانندش رو ببینید و ما چند بار این رو تکرار کردیم. میگوید چو ضحاک شد بر جهان شهریار، بر او سالیان انجمن شد هزار. سراسر زمانه بدو گشت باز، برآمد بر این روزگار دراز. این چند بیت آخر رو که میخونم واقعا تصویر روزگار ماست، تصویری است دهشتبار از تاریخ ما. میگوید نهان گشت کردار فرزانگان، پراکنده شد کام دیوانگان. هنر خوار شد جادویی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند. شده بر بدی دست دیوان دراز، به نیکی نرفتی سخن جز به راز. این یک تصویر هولبار از خودکامگی است که بارها در تاریخ ما و در اساطیر ما خودش رو بازسازی کرده و یک تصویر برهنه و پر از خشونت که دانایی و انسانیت در آن راه ندارد. نکته کوتاهی بگویم و پایان بدم به سخنم. این داستان خیلی جالب است. میدونیم که داستان فرانک و ضحاک اولین داستانی است که فردوسی رسما نوشته است، نه اینکه اول شاهنامه باشد. تا اونجایی که میدونیم فکر میکنیم این نخستین داستانی بوده که فردوسی پرداخته. در آخر شاهنامه هم که بسیار تلخ است، فردوسی برمیگرده به این داستان و میگوید آن درفش کاویانی که اول شاهنامه برافراشته شده بود در آخر شاهنامه بر خاک افتاد. و من یه روز به پدرم که به ما شاهنامه یاد میداد گفتم تو که همیشه شاهنامه ما یاد میدی میگفتی شاهنامه آخرش خوشه، این که آخرش درفش کاویانی افتاد و ایرانیان شکست خوردند. و او برخاست و هنگامی که از در بیرون میرفت روشو برگردون طرف من گفت آخه شاهنامه هنوز به آخرش نرسیده. و من فکر کنم شاهنامه هنوز به آخرش نرسیده. درود بر شما.